پدر؟ پدر خوب هستین؟ کوکسال چی شده؟ چیزی نشده. چیزی نشده. خب پس در صورت سر میز نان بریم، درست است اولاد؟ فکر کنم حالت پدرتم خوب نیست، شاید فشارش پایین شده باشه. اما تو نیست کوکسال؟ مسیر استم نان نمیخورم. با شما اشیای خوب میخوایم. آی نه این قسم نمیشه، نمیمانیمتان. اما تو نیست کوکسال؟ طبعا نمیمانیم که بگم. حالا دیگه بیاین که نان آماده است. حالا دیگه عجله کو کوکسال جان. شرکت صاف‌سودا доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. Аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. Инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. Барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. Бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. Агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. حالا دیگه بریم می؟ درست است. بیا. راستی سینان کجاست مادر؟ گفتن نمیتونم، میخواه که تو را متعجب بسازه دخترم. چند دقیقه بعد میایه. کوکسال تو چرا نان نمیخوری جانم؟ میخورم جانم. کل چیز بسیار مزه‌دار است. قربان دستایتان. نوش جانتان. پدر استاد علی به خاطر ما زندگیشون در خطر انداختن. نه جانم، با یک انسان که در وضعیت بد قرار داشته باشه کمک کردن فرض است. وقتی هم کوشش کرد مرا نجات بده باز زخمی شد. اما به تنهایی از عهده اون نفرای گار پس برآمد و مرا نجات داد. البته او هم در تاریکی. در تاریکی؟ بسیار زیاد تشکر، خداوند ازتان راضی باشه. سیفدا کم زیاده روی میکنه. نه جانم زیاده روی چی؟ هنوز کم از چیزی نگفتیم. سیفدا لطفاً. با زخمی هم شدین، بسیار ببخشین. چیز مهمی نیست، فقط یک زخم کوچک است. ها و دیگه ای که مادر علی از فاصله دور با تبلیت چراغای ترافیک هم تغییر داد. اونایی که پشت ما بودن منتظر بودن چراغ سبز شه و ما هم ده یک لحظه فرار کردیم، از آدما خدا نجات دادیم. این که چی قسم شد نفهمیدم. فقط 2 روز است. این قسم فکر کن، خو میخیزی ما هم به هم میرسیم. درست است؟ درست است. مادر کلانت هم زیاد جیگر خون نسازی، او حال پیر شده، حوصله نداره. درست است جان پدر؟ درست است پدر جان. بچه شیرم. نه طفل بالا نکو. نمیشه طفل چیز نشه.
یا خدایا، ما چی کردم خدایا؟ کوکسال پدر، کوکسال چی شده پدر؟ چی شده؟ فکر کنم کم فشارم پایین شده. من میاله برات یک گلاس دوغ جور کنم. نه ضرور نیست. بهتر است که ما با اتاقم برم، کم خوشم، باز خوب میشم انشالله. سیز حالا دیگه با شما ایش خوب. من میرم میبینم که چی شدهش. درست است، چیزی نیست، خو کنه خوب میشه. باز شروع میشه. چی باز شروع میشه 17؟ مریضی پدرم علی. ده اصل خوب شده بود اما دفعتاً باسی قسم شد. به خاطر از اینکه کاکایم همدست ما شود باید هر کاری کنم. بله سعیز، او آدم که در پیش خانه کوکسال مانده بودیم زنگ زده. 17 پس خانه رفته؟ پس رفته رئیس. اما چی؟ بگو. علی کتش رفته، با هم یک جای داخل خانه شدن. احمق. هرچی زودتر باید دست به کار شویم. حالا چی شده اویگار؟ باز میخوای آتش روشن کنی؟ خیریت است. علی احمق خانه 17 رفته کاکا. با تو چی؟ حال رفته دیگه. با تو چی؟ تو هنوز اونا را تعقیب میکنی ها؟ ما برای چی گفته بودم اویگار؟ کاکا وقتی تو فکر میکنم که 17 همراه او احمق است هیچ نفس کشیده نمیتونم کاکا جان، نمیتونم. یا ما او احمق میکشم یا که او مرا میکشه. ما دیگه از این کار خسته شدیم. بس است. مریضی پدرت چی بود 17؟ دکترها گفته بودن که اختلالات روانی داره. 5 سال پیش یک دفعه او قسم شد علی. مشکلات بیخوی بود. هزیان میگفت دائم کابوس میدید. خب تداوی نشد؟ شد، خوب شده بود، هیچ چیز نمانده بود. البته چیزایی که دیگه وقتای آخر سرش آمده میترسم که بازم دوباره او قسم نشه. مادر، پدرم چطور است؟ خوب است نی؟ خوب است جان مادر، تشویش نکن. حال خوکده زود خوب میشه، تو متوجه خودت باش. شما هم زیاد به زحمت شدین، ببخشین. نه استغفرالله. خدا کنه که خوب باشه. ما دیگه به اجازهتون میرم. شبتان بخیر. شبتان بخیر. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم خانم خیریه. ما تا دارم دروازه امرت میم. علی، به خاطر کل چیز بسیار تشکر. 17 لطفاً بس از دیگه نمیخوایم اینقدر از ما تشکری کنی. میبینه داخلم زیاد خجالت کشیدم. درست است. شب بخیر. شب بخیر. علی، فردا در منطقه می باشینی؟ نمیفهمم. هنوز خود تصمیم ندارم جایی برم. درست است. پس شب بخیر. درست است. شبتون بخیر. علی،
خدا را شکر که هستی. کوکسال تو خو خو کده بودی چرا خیستی؟ پدر؟ رفت. علی را میگین؟ اه. رفت؟ تو بیا در پیشم بشین. بیا اینجا بشی دخترم، اینجا بشین. حال کل چیزا برم واضح بگو دخترم. او آدم تو را چطور پیدا کرد؟ خب او مرا پیدا نکرد، من او را پیدا کردم. خواهر سینان؟ خواهر جان ایره میفهم کلش به خاطر ما شد. ما معذرت میخوایم. زیاد ترسیده بودم که تو را چیزی نشه خواهر. هیچ نترس، هیچ کسی هیچ چیز نشده سینان. گوش کن من خوب هستم. خب او چی بود که میخواستی مرا امرش متعجب کنی؟ آیی تو زمین دار که دلخواه ما صبر من جورش میکنم. سیفدا دخترم اونا را بان بیا پیشم بشی گپ بزن. بیا سیس بدر سیس میگم براتون. خب از امو شب میگم که فرار کرده بودم سیس. یعنی تو میگی که تصادفاً نافهمیده داخل او خانه شدی اما قسم است؟ هایی مجبور شدم دیگه پدر. به خاطر اون نفرای اوگار، به خاطر که جان من نجات بدم در اون خانه داخل شدم. اون خانه هم ازلی بود. خب او آدم کی است؟ تو میفهمی دخترم؟ پدر میشه بگوین درباره علی چرا قدر سوال میکنین؟ اما پدرت حق به جانب سیفدا. من به تشویش هستم. این آدم کی است؟ کسی کوی داره؟ پدر به خاطر نجات دخترتان حتی از او یک تشکرم نکردین می؟ تمام شب عجیب طرف و فقط سل کده میرفتین. چرا قدر پشت این موضوع را گرفتین؟ من خوش نفهمیدم. چرا بگیرم دخترم؟ یک آدم جنجالی است نگه. در اصل کسی که جنجالی بود مستم. به خاطر من زندگی و آدم در خطر رفتید. اگر کسی نخواه ببینه بازو مولا علی است. مولای چی دخترم؟ مرد قملا گفته میری دیوانیم کدی. مولای مسجد است دگنی؟ در منطقه کلگی برش مولا میگن. او مولا نیست. نه چیز نیست. هیچ چیز نیست. ما بدون سیفدا زندگی کردن نمیتونم. اما نمیخوایم که در این کار تو هم ضرر ببینی کاکا. علی نباید به خاطر من همراه تو دشمن شوه. تو برش بگو گپ مرا قبول نمیکنه. تو را میکشم آیگار.
منتظر علی نمی باشم، میکشمت. بگی کاکا بکش، ما بیازو مردیم. حالا منتظر چی هستی؟ بگی. بان ایره ده کمرت بان، تفل نشو. او علی را میکشم، او را از بین میبرم. استاد شو، برات گفتم استاد شو. قسم نمیشه، با این شکل فقط خودم میکشی. ای که کسی تو را بکشه ما چشم پد کردن نمیتونه مایگار. تو فقط یادرزاده من نیستی، مثل بچه مستی. بچه مستی. تو هم مثل پدر مستی کاکا. بعد از مردن پدرم ما به تو حیثیت پدر دادیم کاکا. آهیگار ببی بچیم، علی مثل کسایی نیست که تو مشناسی. به خاطر کشتن او با یک پلان بسیار کامل ضرورت داریم. تو او را درست نمیشناسی، شکست داده نمیتونیش. با تو درباره یگان ضعف علی، درباره بیادر گم شدهش گفته بودم. او ضعفش است، باید همه چیزا بفهمیم. درست است کاکا. یک غلطی میتونه هر دوی ما را به دام مرگ ببره بچیم. من سفداستم. مامانی هستم. خوش شدم. آقایگار خوش آمدین. شما وقت زنگ زدین مام چای صبح آماده کردم. اگر نخورین باز حال چای خوردن بان توکچه. درباره علی هر چیزی را که میفهمی بریم بگو. یعنی چیز زیاده نمیفهمم، تا جایی که میفهمم کسی است که به نیازمنده و محتاج کمک میکنه. همین قسم میگن. گپای مفتبان توکچه. دیگه چی؟ دیگه چیز نمیفهمم. از دان سفده باید بسیار گپ بگیری. درباره علی، بخصوص درباره بیادر گم شده او، هر چیزی که از تمامش با فهمیدی؟ درست است. شما هیچ تشویش نکنین، من هر چیزی که از دستم بیایم میکنم. البته که کمکم به دردتون بخوره. میخوره حتما میخوره. ده ای کار از هر چیزی که فکر میکنی فایده زیادتر است. ای برای فعلا است. تشویش نکنین، من از کل چیز خبر میشم. منتظر خبرت هستم. یک گلاس چای می؟
دفعه دیگه. خوش آمدین خیری بیادر. چی جریان داره پیلوت؟ نفر روان کردن سر خانه چی مانا میده؟ مستقیم میگفتی میامدم. همو تو اجاب میکرد خیری. خوب گوش کو چی میگم. به کسایی که نان به دست میاره احترام دارم، اما به شرطی که از راه درست به دست بیاره. تو چرای خانم رو لطو کب کردی ها؟ نیکی اینا پیشت گریه و زاری کردن چطور پیلوت؟ آدم تو مسئولی کار راستی و اینا رو مجبور ساختی گریه کنن. تو یک بار حالتشان رو ببی، یعنی اینا کار خدا صحیح انجام ندادن ها؟ اما تو صحیح انجام دادی. همین قسم دی چی گپ از پیلوت؟ کار ما به من یاد میدی؟ تو راستش بگو، اگه سر کار ما چشم دوختی که بفهمم. ویدات یه آدم چی کار میکنه؟ شاید نمیخواست قسم بگه پیلوت. ویدات برات گفتم ای آدم چی کار میکنه ها؟ خانم ها را میفروشه دیگه. ها یعنی بیشرفی میکنه. باز به من میگه که اگه سر کارم چشم داشته باشی بگو که بفهمم. مرا میگه، مرا. بسیار معذرت میخوایم پیلوت. من نمیتونم قسم بگویم. خیلی میخواستی چه قسم بگویی لعنتی؟ ما کار ما بسیار خوب انجام میتونم پیلوت. ها مام کارم خوب صحیح انجام میتونم. او هم بسیار خوب. میفهمی که کارم چی است؟ پاک کردن دنیا از دست تواری آدم های کثیف و احمق. اکرم اینا رو به شفاخانه ببرین. در جیبشان هم جیب خرچی بانین. جسد بی وجدانم از اینجا ببرین. دخترها برین. سیفدا خواهر؟ بله خدا داد. با تشویش استاد علی هستی اما تو نیست؟ گفتم میتونم که بلی. استاد علی خوب است اما پیشم نیست. من پیشو نیستم. یعنی تو هم پیشو نیستی که با تشویش شدی از من پرسان میکنی. البته انسان کسی را که دوست داره با تشویشش میباشه. صبر کن یک دقیقه. ای گپ دوست داشتن علی دیگه از کجا شد؟ دوست نداری؟ اما هر کس استاد علی را دوست داره. درست است. باز بعدن گپ میزنیم. خدا داد. بگی جان مادر. کوکسال از دیشب تا حالا هیچ چیزی نخوردی. حالا دیگه از این پنیر کمه بخو جانم. اشتیا ندارم. چشمایتم خونوار سرخ شده. به خاطر که دیشب خو نکدی از می خاطر تو شدنی؟ پیش دکتر بریم کوکسال جان. چند دفعه برات بگم خیریه نمیخوایم که برم نمیخوایم.
سیس اوف. ما دیگه رفتم مادر جان. صبرم، من همراهیت میکنم بچه. مادر پدرم چی مشکل داره؟ هیچ چیز نمیگه، وضعیتش خود دیدی بچه. صبح بخیر خواهر جان. صبح بخیر جانم. کجا میری؟ امروز به یک رستوران پیش یک دوستم به خاطر کار میرم. ما رفتم دیگه، خداحافظ. نه وقت نبیایی جان مادر، درست است؟ متوجه باشی. با چشم ما جان. متوجه باشی. صبح بخیر پدر جان. حالا بیشی چای تا به خود اخترم. همه ایت نمیشین و مادر تو چم در چای منتظرم است. ما بر چی گفته بودم؟ سفتا ها؟ چی گفته بودین پدر؟ گفته بودین که دیگه همراه علی نباید ببینی. خب به خاطر که در یک منطقه هستن نباید دکترم ببینم پدر. کوکسال ای قصرش فشار نیار، تو هم میفهمی خود چی چیزها شد. اگه لازم شود تو اکچرم دیگه نخودید. در اون منطقه چی کار داره ها؟ دختر از دست تشویش کم مثل انفجار کنم بگونی چی شد؟ امروز علی را دیدی توکچه؟ به خانش رفتم نبود. خدا میفهمه کجا رفته باشه. نه من از کجا ببینم؟ من امروز هیچ از خانه نپرمدم. آی نه دیگه سفتا، تو چرا با دیدن استاد علی رفتی؟ هیچ اما تو تیر میشدم باز رفتم. بغیر از او کالای تو را ما آوردم ده این چیز. حالا دیگه بان کالاره. حالا برم بگو امروز استاد علی چی کدی؟ ده اصل تو برم بگو. تو امروز چرا درباره علی چیز برام نگفته بودی؟ چقدر وقت میشه که در این منطقه زندگی میکنه؟ حالا دیگه چی مانا میده؟ تو یک بار طرف چشمای ما ببینی تو را یگان چیز شده. آی نه دیگه تو هم توکچه چی ربطی داره؟ بلیاز خدا. نه هیچ انکار نکو، تو تحت تاثیرش رفتی. ای تو چی کده که تو تحت تاثیرش رفتی؟ درباره پدر گم شده ایشان برای چیز گفته؟ درباره درد آیشو یتیم خانه؟ درباره پدر گم شدهش تو از کجا میفهمی؟ ما فکر کنم اما تو یگان چیز شنیده بودم. نه که دروغ بوده چطور؟ نه جانم راست است. در خانهش یک دانه توپ برفی بود. مام اشتباهی را شکستاندم، توته شد. بعدن باز فهمیدم که دوره از اون پیش بیادرش است. به خاطری که بتانه پیداش کنه سالاس که را پیش خود نگاه کرده. چطور یعنی؟ چه قسم او را پیدا میکنه؟ بیادرم به خاطر نجات خود وقت از اونا فرار کرد. باز فقط همون توپ برفی را امرای خود از خانه گرفته بود. باور داشتم از برکت همون توپ برفی پیداش میکنم. و وقتی هم که او را پیدا میکردم میگفتم که بیبی توپ برفی است که مادرم به ما داده بود. سیفدا جانم کشتید غرق شده؟ حالا بگو. صبر که برات میگم. حالا از امو جوره او توپ برفی پیش بیادرش هم است. به من خواهم قسم گفت. خیره ما به دیدن دخترم میرم. اگه به دیدن او آدم رفته باشه باز کوکسال بیبی هیچ خوب نیستی. در کدام جای افتی در زوف خود کدی. کاش که خیریه، کاش که شما هم نجات پیدا میکنین مام. ای دیگه چه قسم گپ است؟ استاد شو کوکسال، صبر کو گپ ما بشنو لطفاً کوکسال. خب بگو درباره علی دیگه چی میفهمی؟ خب دیگه چه بفهمم دختر؟ راستی تو چرا درباره علی قدر از من سوال پرسان میکنی؟ آی چرا پرسان کنم جانم؟ اما تو به تشویش بودم از او خاطر. خب دیگه ما میخیزم خود آماده میکنم. حالا برو تیار شو. عجله کو، به آرایشگاه میریم دختر. میرم جانم، هنوز زیاد وقت است. آقایگار همراه سیفتا گپ زدم.
کل چیزا گفت. درست است توکچه، درست است. باز ما برات زنگ میزنم. درباره بیادر گم شده علی یک چیز نو فهمیدم. جانم؟ ها تیار شدی؟ آماده هستم. های وسایل تو هم اینجا مانده بود. بگی در بکست بان. بته مام از تو رمیتم، درست است. یک چیز دیگه، انشالله رشگاه نزدیک است نی؟ نزدیک است. اگه کسی دیگه نباشه کار ما را زود خلاص میکنه. بسیار خوب است. حالا دیگه بریم. یعنی که با واسطه او توپ برفی بیادر خدا پیدا میکنه. خوب است، اما چی به درد ما میخوره کاکا؟ علی حتی در تاریکی هم واضح میبینه، اما موضوع اصلی ای است که وقتی مسئله بیادرش باشه باز کور میشه. علی را امرای همین ضعفش از بین میبریم، اما کار با از بین بردن علی خلاص نمیشه. دولت باز پشت ما را اعلان میکنه، به هیچ شکل نباید از خود رد پا بانیم، فهمیدی؟ پیلوت به خاطر ای کار از او استفاده میکنه. من حیث خدمتکار کلگی درباره دشمنیش با علی میفهمه و کلگی هم به ای باور میکنه. در بینشون چی مسئله است؟ علی اجازه نمیده که در منطقهش کسی مواد مخدر بفروشه. فکر خوب است به منطقه علی یک نفری را باید پیدا کرده روان کنیم که فکر کنه با پیلوت کار میکنه. اگه نفر پیلوت کت علی مقابل کنیم باز بعدن هر دوشان کشته، باز تو گفته میتونیم که یکی دیگه خود از بین برده. اون نفر را پیدا کردم. کی است؟ سینان، بیادر سیفدا. تو در صدد چی هستی اویگار؟ بیادر دختری را که تو دوست داری میخواهی بکشی؟ میخوایم که سیفدا برای همیشه و همیشه از آدم نفرت کنه کاکا. ای گپت خود درست است، اما ای را برم بگو که پیلوت قبول میکنه سینان به منطقه علی روان کنه؟ او طرفش دیگه آسان است. پیلوت از ما یک جان قرضدار است. اگه ما بخوایم او کارا میکنه. خوب است، پس حالا برو دیگه. پیلوتا به خاطر که ای کارا بکنه قانع بساز، دیگه ایشه به ما بند. کوکسال استاچو بلیاز خود استاچو خواهش میکنم بیا که خانه بریم. تو پس برو خیره، ور کده اصاب ما دگام خراب نکن، فهمیدی؟ بیبی کوکسال، ما گناه دخترت به گردن گرفتیم. اینه بیبی پیش توکچه آمده بود. علی؟ علی؟ سیفدا؟ سلام، کجا بودی؟ پیش تغرل پدر میرم، کمی به او خریداری کردیم. تو امروز صبح به دکان ما رفته بودی نی؟ نه، من راستش پیش توکچه آمده بودم. وقتی تیر شدم تو رو ندیدم. باز به هر صورت دستت چطور است؟ یعنی چطور هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستم. خانم دایگو امروز پانسمانش کرد، روز به روز خوب شده میره. خب در کجا پانسمان کردی؟ نفهمیدم. یعنی در خانه کردی یا در دواخانه؟ در دواخانه. چرا پرسان کردی؟ هیچ، همون تو پرسان کردم. کوکسال ملا صاحب، ما پیش شما میامدم سیفدا خر به خاطر شما زنگ زده بود. اما خودت میبینی اینه یکی دیگر رو دیدیم، پس لازم نیستی که پاره بگویی هموتو نیست. تو چرا به ما زنگ زده بودی سیفدا؟ به خاطر که دوستت داره.
چت یاد نگو خدا داد ما همون قسم یک چیز گفتیم برید پایین شو تفلک که مفتی و بچه اگر گفتم پایین شو پایین شو صبر کن پایین شو خدا بگردی مفتی پایین شو از اونجا سیفتا جان حالا نه وقت میشه باید آرایشگاه بریم. من نمیخوایم که بیشتر از این وقت شما را بگیرم. روز بخیر. روز بخیر. علی خداحافظ. کوکسال ولی از خدا استاد شو لطفا. کوکسال پدر؟ حالا توی طرفیا زوچو امروی وادم درباره چی گپ میزدی سیفدا؟ پدر شما در اینجا چی کار دارین ها؟ ما به تو چی گفته بودم دخترم؟ تو دیگه امروی وادم نمیبینی فهمیدی؟ پدر بیازه ما او رو ندیدم پیش توکچه آمده بودم باز با ما مقابل شدم سلام علیکی کردم. بار دیگه با این منطقام نمی فهمیده شد. کاکا کوکسال سیفدا توکچه تو آدم هم شناسی دخترم؟ استاد علی را میگی؟ نه یعنی صحیح نمیشناسمش. بیبی بعد از این اگه تو میخواستی امروی سیفدا ببینی باز یاد خانه ما میبینی یاد کدام جای دیگه فهمیدی؟ درست است. اما پدر گفتم بار دیگه در این منطقه قدمتا نمیمانی فهمیدی؟ کوکسال بیبی کلاکی طرف ما سل داره خواهش میکنم چوب باش. کاکا کوکسال سر ما زیاد نوقت شده حالا سیفتا جان. کوکسال خیر سارم باش چی میشه؟ کوکسال تو خوب هستی؟ کوکسال تو را چی شده؟ آی کوکسال تو خوب هستی؟ کوکسال بگو چی شده؟ ماما خوب هستی؟ کوکسال ماما بخیز تو را به دواخانه میبرم بخیز حالا خوار جان ماما جان در گوشه بیال افتیده بود اینجا آوردمش. بفرمایین اینجا بشینین لطفا. بیشی شما کرتیتانه بکشین من فشارتانه میبینم. درست از باشم رد کمک کنم. کوکسال جان همین قسم بکشش. سلام علیکم تغرل پدر. علیکم سلام. چقدر خوب شد که آمدی. من با تو میخواستم چیزی را نشان بدم. به خود گفتم کاش که بیایی. خیرت باشه. یک دفعه خوب بشین. در بین وسایل قدیمی پیدا کردم بچه. از زمانی یتیم خانه است. یک بار ببینش ببین که چیز مهم است یا نه. و چیزی هست بچه.
اویگار خیریت از بچم؟ چی شد؟ کشته تا نیستی او شاپرک چرمی را؟ به خاطر که تو مرا الا کده و رفتی کشته نتانستمش. اویگار بعد از او چیزایی که شد نه، کسی که باید حساب پرسان کنه او من هستم، تو نه. ها قرض جانی را که سرم داری فراموش نکردیم، اما اگر قوانین مزیر پای کده بخوای ادایش کنی، بازو جان را که نجات دادی به هیچ درد نمیخوره. خوب است. خیلی او صورت میخوایم که تو برم یک کار کنی پیلوت. بگو اویگار. تو بیادر سفدا سینانه به منطقه علی روان کو تا که در اونجا مواد بفروشه. چی؟ حال دیگه ای گپ از کجا برآمد؟ میخوایم که به سفدا چهره واقعی و احمق نشان بتون. شما ای کار کده میتونین یا نه؟ میتونیم اما ای که تو میخوایی چی کنی ای را نمیفهمم. چیزی که ما گفتم فقط امو تو که دیگه در قصه‌ش هم نباش. سعیز همی کار میکنیم، اما به شرطی که ای کار بدیل قرض جانی ما فکر کنی. قبول است. اویگار مربوط ما نمیشه، اما تو او دختره که تو را نمیخواه چرا میخواییش؟ چطور قلبت به این قسم یک چیز اجازه میته؟ خدا میفهمه که تو چه فکر میکنی پیلوت. نه که من میخواستم که قسم شوه. ای دیگه چی منومته بچم؟ کسی است که در سرت اسلحه گرفته خطرناکترین اصل دنیا را بالایم گرفته، اما بالای سرم نه، ده اینجا بالای قلبم. عشق خطرناکترین اصل روی دنیاست. تو فکر میکنی که من بدون سفدا بوده میتونم پیلوت؟ میتونی بچیم، البته که میتونی. فراموش کو کل کار خلاص میشه. ای گپا با گفتن آسان است پیلوت. ما به خاطر فراموش کردن سفدا ماها و سالا تلاش کردم، کل چیز از بین بردم، ساختاندم، شکستاندم، دور انداختم، کل چیز فراموش کردم، حتی نام خودم. فقط سفدا را فراموش کردن نتونستم. در جای هر چیزی را که فراموش کرده بودم بازم سفدا را قرار دادم. ما واقعا عاشق سفدا شدیم پیلوت. غیر از دیگه هیچ چیز را نمیفهمم و در قصه هیچ چیزی هم نیستم. هیچ چیزی. هر وقت که کار سینان حل کردی باز به من خبر بده. محکوم به دوست داشتن سفدا شدم. بی عقله بچه، من جیگرم در پتنوس مانده در دستم میگردانم، بازم کسی مرا نمیخواه. دختری که برم روی نمیته پشت او میدوم. بالاخره یک چیزی به نام غرور مردی هم هست. همون تو نیست وداد بچیش؟ اما تو راست پیلوت. وداد ای کار حل میکنیم. نباید دیگه منت کسی را بکشیم. سینانو پیدا کن مستقیم به جای همیشگی بیارش. ما میریم مغز استاد بسیار خوب واز میکنیم، برش باید بفهمانیم که بار دیگه در کار ما غرض نگیره. حالا بچه گپه ای صندوق برآمد. پرسان کردن نتونستم چطور که دیگونسا پیش تغرل پدرت آمدی ها؟ یک کار بسیار عجیب شد تغرل پدر. خیرت باشه. وقت خانم سفدا به خانهشان رساندم باز همراه پدرش معرفی شدم. خانه ای چی گپ است دیگه که مجله کردی؟ اما خیره او موضوع نیست تغرل پدر. یعنی او آدم قبلا در کدام جای دیده بودم. چه قسم؟ همراه پدر سفدا دخترم نیک معرفت داشتی؟
راستش کاملا خوب گفتن نمیتونم، اما قبلا حتما در کدام جای مقابل شدیم. در کجا؟ در یک جای غلط و هم در یک وقت غلط. در کجا هم دیگر دیدین بچه؟ در همون مکان نرنیکو. در اونجا چی کار داشت؟ قسم میخورم من با اونا ارتباط ندارم. من از اونا قرض گرفته بودم، پرداخت نتونستم. وقت پرداخت نتونستم باز بالایم سودش اضافه شد. مرا با اینجا خواستن، بسیار لطم کردن، مرا با ایالت رساندن، میخواستن مرا بکشن. اما وقتی که تو آمدی باز نجات یافتم. قسم میخورم امرای اونا هیچ ارتباط ندارم. لطفا بسیار تشکر. سلامت باش. به خاطر یک قرض و آدمه در اونجا آورده بودن تغرل پدر. وقتی ما سر اونجا حمله کردم باز او آدم نجات یافت. توبه توی کاره ببین، همراه او گپم زدی؟ نه پدر، هیچ نفهمیدم که چی بگویم. وقتی که مرا دید زیاد عجیب رفتار کرد. فکر کنم که ترسید. تو چرا ترسیدی بچه؟ نفهمیدم. به این خاطر ترسیده که به شخص مثل تو دختر خود نخواد داد. پدر میبی فقط هر دقیقه میگه اما او قسم یک چیز نیست. بیازو سیفدا دختر زیاد متفاوت است. یعنی طرز دیدو به زندگی خو یعنی او قسم یک چیز حتی در فکرم نامده پدر. بیازو در فکرت نمیه، در قلبت میایه بچه. در قلبم چیزی را که چشم میبینه دروغ گفتن نمیتونه. سیفدا کدام چیزی شده؟ پدرت چرا نمیخواه کم روی استاد علی ببینی؟ در اصل هیچ چیز نشده توکچه. در اون صورت خیلی چرا او آدم تا منطقه آمد؟ چرا نمیخواه ببینی؟ نمیفهمم توکچه، ما هم هیچ چیز نمیفهمم. بسیار زیاد تشکر. هرچی که به خیر ما باشه. این ماما پدر سیفدا خواهر است. این خالا مادرش میشه. ترس چقدر خوب نه که به دیدن ملا علی آمدین. آی نه، راستش اینجا دوست دخترم است، نامش توکچه است. ما به دیدن او آمدیم. توکچه را میشناسم. خانه ملا علی هم دقیقاً در مقابل خانه توکچه شان است. مادر کسی خواست شما درباره ملا علی پرسان نکرده؟ ما هم دیگه بریم کوکسال. تو حال خوب هستی اما تو نیست؟ این ماما نمیخواه که سیفدا خواهر ملا علی رو ببینه اما تو نیست؟ چرا نمیخواین که دیگه خدا ببینن؟ والا اگر بگویم علی فرشته از دروغ نمیگم. حالا دیگه کوکسال آیسته بریم. من براتون یک تاکسی میگیرم. بفرمایین آقای محترم. روز بخیر. روز خوش خواهر جان. خاله جان روز تو هم خوش. از طرف ملا علی کاملا دلتان جمع باشه آقا. او هیچ وقت کار اشتباه نمیکنه. اجازه نمیده که کسی دیگه هم کار اشتباه کنه. اینا خوش میدونی کوکسال، نه تشویش میکنی. تاکسی. بیا. بفرمایید. اساس فکرتان باشه حالا. چی شده؟ سینانو پیدا کردن؟ نه پیلوت، اما پشتش میگردن. این مولا هم بیخی گم است. چطور است یک دفعه دکانو ببینیم ها؟ شاید آمده باشه. بچه‌ام چند دفعه در منطقه گشتیم، نیست دیگه. شاید هم فرار کرده. نه پیلوت، او آدم روی نداره که فرار کنه. پس در کجاست بچه‌م؟
صبر 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 پیشی دواخانه استاد کو. دوا کار داری بیادر؟ به خاطر یک مقابل دواخانه گفتین استاد کنیم. راست میگه پیلوت. اکرم حلش میکرد. نه نه شما همینجا باشین، ما دوای من خودم میگیرم. مرای لابتی ما به خاطر که در زمین نفتی تو را قایم گرفت. خو سیز بسیار تشکر. شما به خاطر چی آمدین؟ باز به خاطر چور کردن آمدین؟ نه او دفعه یک غلط فهمی شده بود. من کت چور و چپال غرض ندارم، فهمیدی یا نه؟ او موضوع دوستم بود دیگه، یعنی منظورم از دوستم یعنی دوست نزدیکم نه، یعنی یک دوست بسیار دورم است. سیز بر صورت بانش چی میخواین؟ من دوا کار دارم. دوای چی؟ قلب. قلب؟ نه نه قلب نه، سرم درد میکنه، میخواستم فشارم ببینم. قلب؟ سرتان درد میکنه، میخوایم فشارتان ببینم. شما سرم رشخند میزنین؟ نه چرا ای کار کنم؟ چرا رشخند بزنم؟ بیادر مولا فشارتان کم بالاست. در اینجا بالا رفت. یعنی راستش وقتی در این منطقه میایم من یک رقم میشم. با این فشار از بین نمیرین. خانم دویگو میشه در بیرون چند دقیقه با هم گپ بزنیم؟ میشه. بیا زمان پشت تو میگشتم، گپ میزنیم. حالا نفرایت از اینجا بگی و رنگت گم کن. بشنو ملاگک، قرضت بالا میبری، پس آن پرداخت کردن نمیتونی خبر باشی. من گفتنی خدا گفتم، اما ایره بفهم بعد از این اگر تو یا یکی از نفرایت اینجا ببینم با گپ زدن وقتم از آیی نمیکنم، میکشمشم. مولا علی شما درباره چی گپ میزنین؟ یک مسئله بود ما حلش کردیم. با اجازه تان، روزتان خوش.
آدم اینجا به خاطر دیدن فشارش آمده بود. ببین یادم ها چندان آدمایی نیست. احتیاط کن. سیست هر قسم که شما بخواین. روزتون خوش. ملا صاحب کت پدر سیفدا معرفی شدم. ده کجا؟ در منطقه آمده بود. سر سیفدا خواهر زیاد غال مغال کرد. گفت دیگه در این منطقه هیچ وقت نبیایی. گفت ملا را حق نداری که ببینی. هیچ نفهمیدم چرا قسم گفت. بعد از اون وضعیتش خراب شد، ما هم دواخانه بردمش. سعید خدا داد زنده باشی. باز میبینیم. خب دیگه درباره ملا علی چی میفهمی؟ خب قصه کردم دیگه. او بسیار یک آدم خوب است. کاش که کلگی مثل او می بودن. چطور یعنی مثل او می بودن؟ فقط چند روز است که مشناسیش، باز درباره او قسم گپ میزنی؟ خب به من این قصه معلوم نمیشه. یعنی فکر میکنم که سالاس علی را میشناسم، فقط که از بسیار وقت پیش در زندگیم بوده، اما من او را ندیده بودم. گاهی پشت یک چیز سالا میگردی، مگر نمیفهمی که پشت چی میگردی؟ فقط وقتی در مقابلت میای باز میفهمی پشت چی میگشتی. یا ممو تو یک چیز است، کمی پیچیده است. اوف توکچه، حالا تو چرا درباره مولا علی پرسان میکنی؟ بیا از او، پدرم هم دائم از او پرسان میکنه. آی متین جان، آی چطور از اینا را کم واز کنیم و بپیچانیمش؟ بسیار خوب میشه خانم. کوکسال چی شدید؟ به لیاز خدا بگو. بیبی از پشت دخترت این تا منطقه رفتیم، بازم آرام نشدی؟ تو رو چی شده کوکسال؟ چی شدید؟ من بیرون میرم کم قدم میزنم. اوه آی این خو مرا تعقیب میکنه. فکر کنم که گمم کرد. تا کجا فرار میکنی؟ من؟ بیا که چند دقیقه گپ بزنیم. ببین من هیچ وقت قصد همراهت واضح گپ میزنم. اگر با مرام سیفدا ارگز تو را نمیبخشه. کی درباره مرگ و مردن گپ زده؟ فقط به من جواب بده. با سیفدا درباره من کدام چیز گفتی یا نه؟ خصوصا از اتفاقهایی که در منطقه ارنیکو افتاده بود کوکسار. کشتن اولاد چی مانامیت ما برات نشان میده. هر کاری که گفتی من او را انجام دادم آقا. در موتر علی بماندم، اما نمیفهمیدم که بچه شده موتر سوار میکنه. چی میفهمیدم؟ نمیفهمیدی؟ سعیس در اینجا چی میکنی لازم؟ در اینجا چی کار داری؟ ترسیدم، نفهمیدم که چی کنم. خیلی ترسیدی؟ بچه علی مرد، ترسیدم.
شما بگوین حال من چی کنم آقا؟ که چی میکنی ما برات میگم. باید بمری. لطفا این کارا نکنه، خواهش میکنم. لطفا این کارا نکنه، لطفا. چی شده او بچه؟ چی شده؟ این لازا چی گپ شده؟ نه، یعنی برای چیز نگفتی؟ با هیچ کسی چیز نگفتم. خوب است، عالی است، صحیح است. پس ایرم میفهمی که ارنیکا و نفرایش به خاطر چی کشتن؟ نه، اونا بچه ما کشته بودن. اگه امروزم باشه بازم بدونی که یک دقیقه فکر کنم کلشان دانه دانه میکشم. اتفاقات اونجا باید اونجا باشه. هوش کنی از ذهنت بیرون نکنی. سعیز بیرون نمیکنم. حالا میایم سر اصل موضوع. تو به سیفدا گفتی که حق نداره دیگه به منطقه ما بیایه، همونطور است؟ نه، یعنی در اصل قسم خو نگفتم، اما تو را درک میکنم. پدر هستی، باید ایره بفهمی که دخترت با کی ارتباط داره. اما ایرم بفهم به سیفدا از طرف ما ضرر نمیرسه. تو در اصل او را از دست و ایگاره پست حفاظت کن. میخوای همراهش روسی کنه. از اویگار دور باشین. فهمیدم، درست است. سیفدا زود شو، زود را برو. چرا هر طرف سل میکنی؟ این نیک پشت تلی میگردی. آی تو هم نی؟ چی رب داره دختر؟ حال از اینجا تاکسی هم تیر نمیشه، باید سرک بری. این موتر علی است. علی دختر چرا در این منطقه چیغ میزنی؟ اتو نکو بیاب میشیم جان. نه وقت ما شده دختر. علی حال ما رو میرسانه. علی اگه بیکار هستی میشه ما رو تا یک جایی برسانی؟ خیرت باشه. کجا میری؟ به خاطر عکاسی میریم. ما با تو نگفتیم اما تو نیست. ما در گیلان تجارتی انتخاب شدیم. امروز عکاسی شروع میشه، اونجا میرم. کمی سر ما نوخت شده، اما خیر از کدام گپی نیست، چون با پولی اعلان میتونم قرض و ایگاره بتم. یعنی اگه این کار پیدا نمیشد هیچ نمیفهمیدم چی کنم. خب میتونی ما رو برسونی یعنی؟
تو از اویگار چقدر قرضدار هستی؟ 100,000 لیره. اما این کارم یک دفعه شروع شوه ما آهسته کارش پرداخت میکنم. خب مولا صاحب بیکار هستی که ما را برسونی یا نی؟ نه کار دارم. تاکسی سفزه زود چو سر ما وقت میشه. خداحافظ. من امروز 100,000 لیره کار دارم. نه همیالا میایم میگیرم. صحیح است. در اونجا باز میبینیم. خداحافظ. پول را که خواستم آماده است. این پول چی میکنه؟ ضرورت دارم. دیگه هیچ آدم مثل علی پیدا نمیشه. به هر قیمتی که میشه باید علی را دوباره به تشکیلات خود بیاریم. وضعیت از چی قرار است؟ کل چیز خوب است. پیلوتم قبول کرد. نفرایش پشت سینان روان کرده کاکا. خوب است. رئیس علی آمده دانه دروازه است، میخوای شما رو ببینه. از کجا خبر شده؟ چطور؟ امکان نداره. یه هیچ امکان نداره کاکا. چه قسم شد؟ یادم به خاطر چی آمده؟ تو به خبر از ما کدام کاری کردی؟ نه نکردم کاکا. همراه او دختر گپ زدی؟ حتی نزدیکشم نشدیم. خوش آمدی علی. خیریت هست، فقط که به حمله کردن آمده باشی. دهی 100,000 لیره است. کل پولایی را که از تو گرفته بود دیگه خلاص شد. کت کسی که پولا را از تو قرض گرفته بود. از این بعد هرچی میشه شما مخاطب نمیشی اویگار. گپ مفهمیدی؟ خوب است. قسمی که شنیدیم زنجیری بچه را خوب سایی محکم گرفتی. دقیقا همی قسم ادامه بده. هوش کنی که الاش نکنی. میفهمی؟ اگه سگ کسی را دندان بگیره جزایش از سگ نه بلکه صاحبش میبینه. این کاره
هرچه زودتر باید خلاص کنیم. ببین یادم مثل گرگ است، از همیال بوش فهمیده که در اطراف ما میچرخه. اگه پیش از ما شروع کنه خلاص هستیم. تنها یک مرمی داریم، باید بندازیم اویگار. پیش از اینکه کسی از این کار خبر شوه علی باید با ماره. میموره. حتما میموره. آی زیاد هیجانی هستم توکچه. ببین آرزویم به واقعیت تبدیل میشه. دختری خود چیزی نیست. تو بسیار موفقات شدی جانم. سلام. سلام. وکیل شرکت ما آقا پای هستن. خوش شدم. بفرمایین یام قرارداد شما. بسیار تشکر. استودیوی ما آماده است. چند دقیقه بعد دوستای ما شما را آماده میسازن. درست است. ببینیم بخیر اموره میگیریم. پناه با خدا هرچی که شد. های ملالی، ما به چای خوردن میریم. اگه میخوایی تو هم بیا که با هم گپ بزنیم. درست است کاکالیان، شما برین ما از پشتتون. درست است. خداحافظتان، بسیار عالی بوده. بسیار تشکر، زنده باشین. توکچه مام خانه تو میایم. مطمئن هستی که خانه من میایی؟ آی توکچه برو دیگه. دمی گوشو استاد کنی. بسیار تشکر. تو خانه برو، من زود پس میام توکچه. چت یاد نگو سفته. حالا دیگه فقط نیم ساعت حوصله کن لطفا. سعیس برو. سلام علیکم. علیکم سلام. علیکم سلام. خوش آمدی. خوش آمدی. بفرمایید. خوش آمدی. زنده باشین. بچه یک چای به ملا صاحبان بیار. حالا زنده باشین. ملا صاحبی یادم ما منطقه را چور و چپاول کردن. موضوع او دختر چه قسم است ها؟ ملا صاحب او دختر کی است؟ از کجا است؟ میگن که دختر یک دختر بازاری است. او تو کدام چیز نیست. این گپ یک آدم بی حیثیت جور کرده. ظالم به خاطر که یک مظلوم نامبد بسازه همیشه سر او مظلوم به اشاره تهمت میکنه. او دختر هیچ گناهی نداره. وقتی از یک آدم پس فرار میکرد به خانه ما پناه آورد. یعنی تو هیچ گناهی نداری ملالی؟ ای که چه شده تا حال هیچ معلوم نیست اصوبه که یک دختر در یک خانه بودن هیچ گناه نیست. پدر او دختر تا منطقه ما آمده بود. انسان را هر قسم که بخوای ببینی همون قسم میبینیشم. کل حسابا پیش الله پاک است. من دیگه با اجازهتون میرم. با امید دیدار. آی چه قسم گپ میزنین؟ بد نیست بیادر. آی چی بد است علیحان بیادر؟ کاری ملا بد است. بدی هر کس از عملش معلوم میشه. شکر که خدا گپای انسان قبول نمیکنه، اما او کل چیزا میبینه. علی مولا علی. سلام. بریم. او نه شما دیدین نه؟ شاید پیش یک دوستش آمده باشه. همه چیز آشکار و واضح است بیادر. اینو میبینین دیگه. خانم توکچه امرایت نامد. او پیش مادرش رفت. من وقت منتظرش بودم تو رو در اونجا دیدم، گفتم بیایم سلام به تو. خوب کردی. ما میخواستم که تو را ببینم. راست گفتی؟
میخواستم برات یه گپ بگویم. خب چی میگفتی؟ دیگه از او ایگار قرضدار نیستی. چطور یعنی؟ چطور قرضدار نیستم؟ من حلش کردم. چی قسم حلش کردی؟ یک دقیقه تو پوله برش دادی؟ تو چی قسم یک مخلوق هستی ها؟ نفهمیدم. یعنی تو یک چیز قبول کردن نمیتونم. راستش من نمیخوایم دیگه او آدم پس مزاحمت شوه سیفدا. خب معلوم دار است که ما هم نمیخوایم، اما این کارت بسیار یک خوبی کلان است. در اصل ای از خوبی کده بیشتر چی قسم بگویم؟ تحمل کده نمیتونستم که تو از آدم قرضدار باشی. در این صورت پس درست است. بسیار زیاد تشکر، باور کن. اما قرض ما برات میتم، یعنی قرضم قرض باشه. سعیز بپرداز. مادرم است. مادر؟ بله سیفدا؟ جان مادر کجاستی؟ کت توکچه در رستوران هستم. مادر چی شده؟ کجاست؟ یعنی امرای توکچه در رستوران هستی؟ اما تو از جانم. خب چی وقت می؟ شام میای مادر؟ سعیز جان مادر، سعیز باز میبینه. اینو شنیدی دیگه. با مادرت چرا دروغ گفتی؟ دروغ چی؟ گفتی همراه توکشه هستم. خب اگر میگفتم همراه تو هستم باز این یک عالم سوال پرسان میکرد. چه قسم سواله؟ دقیقش نشو. بیادرم سینان میخواست همراهت معرفی شوه. من یک بار برای زنگ میزنم پرسان کنم که کجاست. شما را باید با هم معرفی کنم. دماتر بشی. بیادر اما ما چی؟ جواب نمیده. بانش هر وقت که ببینه خود زنگ میزنه. یک سوال دارم. پدرت کدام چیز درباره من پرسان کرده یا چیز درباره من گفته؟ مثلا چی قسم یک چیز؟ مثلا هر چیز. نه. به خاطر چی پرسان کردی؟ مهم نیست، اما تو کنجکاو شدم. بیادر کدام اشتباه کردیم که خبر ندارم؟ شما از ما چی میخواین؟ نام چی بود؟ من از یادم رفته. سینان. ها تو کدام اشتباه نکردی؟ سینان بیادر؟
اما یگان وقت اشتباهات گذشته جبرانش آسان نمی باشه. ایره خو میفهمی؟ نفهمیدم بیادر. ها، با زبان میگم که بفهمی. از این به بعد کت ما کار میکنی بچیم. ما چطور میتونم این کار کنم؟ ما خو از مستریگری چیزا نمیفهمم. مواد میفروشی چوچگک. بیادر گوش کنین، شما هر کاری که بگوین من میکنم، اما خیر از دیگه کارا مرا داخل نسازین. با خواهرم وعده کردیم. ببین چوچگک منطقه، ما هم یک وعده دادیم، او هم به قیمت جانم. این کارا میکنی ها، اما همیشه این کارا نمیکنی. به یک مدت کوتاه، شاید حتی روح خواهرت هم خبر نشه. گپ گرفتی؟ درست است لشمک؟ درست است بیادر. اگر کسی بخواه کدام مشکل خلق کنه پیش ما بیا، بگو حلش میکنیم. ها، اگر پلیس دستگیرت کنه و نام ما را بگیری، در او صورت تنها تو نمیموری. فهمانده تانسته؟ ودت به این مواد بتین، ببرین منطقه ش برش نشان بتین. شام کارش شروع خود کرد. نمیفهمم سینان چرا تا حال زنگ نزد. امکان داره موبایل خدا ندیده باشه. ها، امکان داره. سلام سفدا دخترم. سفدا بود نامت نه؟ بله سفدا. ها دخترم، بیبی جذاب هستی، مقبول هستی، دلربا هستی ماشاءالله. اما قسم پشتان گپ میزنن. بالاخره در این منطقه مولا علی از خود آبرو داره. همه تو نیست؟ میفهمم که مولا علی را دوست داری، اما قسم نمیشه. شما چی گفتم اینها؟ خانم میرال لطفاً. یعنی میگم قسم دوست داشتنش به درد نمیخوره. تو باید اول کالای درست بپوشی. همه تو نیست مولا علی؟ خانم میرال، ها، اگه مولا علی بگویه که همه قسم قبولش دارم، بازی کار خودش است. باز برای نامزادم شود. باش ببینم. آی تو ماشاءالله. به که دیگه خود بسیار میزیبین ماشاءالله. ایت یک چیز نیست خانم میرال. چطور تو یک چیز نیست؟ نه که تو به خاطر دختر مرمی نخوردی. دخترم، من برات میگم تو در کار زیاد طول میتی جانم. بالاخره در زمانه قسم بچه پیدا نمیشه. به ما باور کن مولا علی بسیار بچه خوب است. البته در اصل شما تا با هم معرفی نشدین. خانم میرال مادر دویگو است. پس تو سفدا. بسیار میبخشی دختر ما، یک کمی زشت و بد رویه کردم، اما میگه در کار خیر کسی تال نمیته. از او خاطر تو گفتم. اگر نه با ما چی؟ از معرفی شما خوش شدم. محمود. ها، در او صورت من زیاد وقتتان نمیگیرم. باز میبینیم. متوجه خود باشین، متوجه که دیگه تان. خداحافظ. او زن چوری قسم است؟
تو در قصه گپایو نشو. بریم. تو چرا قسم عکس العمل نشان دادی؟ چی قسم؟ گفتی تو یک چیز نیست نی؟ چی وقت؟ وقتی او زن گفت با یکی دیگه خود زیاد میزیبین ای تو گفتی؟ نمیفهمم. زن سابق چی قسم یک زن بود؟ چرا ایده پرسان کردی؟ مثل خودت دیندار بود؟ این گپ دیگه از کجا شد سیفده؟ هیچ، همه تو پرسان کردم. در قصهش نشو. ما او بخش زندگی خود فراموش کردیم. منطقه اینجاست. دو گوشه استاد باش. مشتری تو را پیدا میکنم. اکرم. تا وقت هوا تاریک نشده کارتا شروع نکن. صحیح؟ حالا ما در دکان کمی کار دارم. در ضمن اینجا دکانم هست. تو چی میکنی؟ نمیفهمم. توکچام هنوز نامده. آی. به هر صورت در همینجا ده گوشه منتظرش هستم. اگه میخوایی میتونی در دکانم منتظرش باشی. میشه. یعنی میشه. چرا نشالی؟ تا وقتی که توکچم یه میباشم. صحیح است. حالا بریم. واضح بود، کاملا واضح بود که چی میشه. من صبح به شما گفتم اما باور نکردین. اما تو نیست اون مولای محترمت که امرش در کودره میگشتی زیاد سرش اعتماد داشتی نه؟ او سر او دختر گرفتار شده، خبر باشی. تو یک چیز نیست مادر. پس میشه بریم بگویی که چی است؟ به خاطر که قبول کنی نمیفهمم دیگه چی کنم. او دو نفر همیاله بدونی که به شرمنده منطقه دست به دست پولو در پولو چکر میزدن. علی و سیفدار میگی؟ نه اصلی او کریمه میگم. دیگه کی باشه به لیاز خدا معلوم دار کنه را گفتم. وقتی با مولا علی گفتم این دختر تو را دوست داره باید چهرهش میدیدی که چقدر خوش شده به قسم. تو از من چی میخوایی مادر؟ چرا کتم ای قسم میکنی مادر؟ بگو چرا میخوایی من جیگر خون شوم؟ تو ای گپا را از کجا میفهمی؟ تو مرا چی فکر کردی؟ به نظرت من ای گپا را از دلم جور کردیم؟ دخترم اگه سرما باور نداری برو با چشمای خودت سل کو. برو بیبی هر دوشون در دکان مولا علی هستن. برو بیبی گفتم برو بیبی. از اینا هنوزم باقی مانده؟ ای روشن میشه؟ یک بار امتحان کده بیبی. کار میکنه. Sevince durma koş ardından. Zaman yoktur git aşkı iste ondan. Sevince tüm insanlar bir başka. Durma dostum sen de yer ver aşka. Sevmek bil ki doğmaktır
gece. Öyle bir yol tutmuşum ki sorma. İnandım ki sevince vardır dünya. Sevincedir günlerin bir başka. Durma dostum sen de yer ver aşka. Sevmek bil ki doğmaktır yeni baştan. Aşık oldum galiba yavaştan. سینانا با منطقه روان کردن رئیس و کاکا همراه نفره که باید کار علی را خلاص کنن اینجا نه. Olacak mıydım ben bu halde? Sevince tüm insanlar bir başka. Durma dostum sen de yer ver aşka. ای طفلا کی هستن؟ ما و بیادرم هستیم. آی فکر کنم این کلانش تو هستی. بله. میفهمی به خاطرت واقعا زیاد جگرخون میشم. انشالله بیادرت پیدا میکنی. یگان وقت فکر میکنم اگه سینان گم میشد باز من حتما عقلم از دست میدادم. زنده باشی. اما ضرور نیست تو دی باره فکر کنی. سینان در منطقه علی به فروختن پودر شروع کرده کاکا جان. خوب است. نوبتت رسیده کپچه و منطقه برو. علی را خانه بساز که سینانه در وقت فروختن پودر در منطقه دیدی و پشتوره گرفتی و تمام مردم منطقه باور کرد. با سینانه از بین ببر و علی را به جایی که گفتیم ببر. این چرا قسم را میره؟ استاد شو بیادر مفتی. این قسم را نرو. بیادر مفتی. پایت بند خورد اما نفتادی. محکم گرفت. نفتاد. افتاد. برات گفتم مفتی نه؟ علی افتاد. علی بیادر چی شده؟ ملا صاحب برش گفتم بیادر بیدار شو. بیادر بیدار شو. ملا صاحب بیدار نمیشه. خدا داد کم است که مغزای نفر از بینش بکشی. این به خاطر مواد مخدر است. سیف آمبولانس خواستی چی شد؟ خواستم حال میایه. بچه‌م باهوش بیا جان مادر. باهوش بیا. خاله جان آرام باشین. امبولانس حال میایه.
چشمای تواز کو بچیم. جان مادر باباش بیا. بچیم جان مادر چشمای تواز کو. قربان جان بچیم چشمای تواز کو. چشمای تواز کو بچیم قربان جان. این مواد لعنتی را کی به بشه فروخته؟ ها یاشار؟ نمیم فهم مناسب خبر ندارم. والا صاحب دمی سرک بالا یک نفر ناشناس بود، همو بوده میتونه. خدا اصولش چرا به من نگفتین؟ سیفدا تو در دکان منتظر باش، من زود پس میایم. مالا صاحب دا اونجا هستن. کجا میری؟ یک دقیقه صبر. چی گپ است بیادر؟ خبر کو گفتم. بیادر چی گپ است؟ گپ نزن. اینو چی است احمق؟ تو هنوز چند سال هستی؟ کی تو را به این منطقه روان کرده؟ های بیادر تو کی هستی؟ هلاک مرا. این کار قدر آسان نیست. در این منطقه فروشنده مواد مخدر زنده دفن میکنم، فهمیدی؟ برو پیش رو. حالا پیش رو. خدا داد از راه سرک دیگه میره، تو از پیش روش برو، من از پشتش میرم. کاکا دستمال میخری؟ تو خانه نداری؟ دارم کاکا، خانه دارم، اما این دستمال فروخته به بیدارم شروع بازی چه میخرم. امرای ما بیا. مولا صاحب، مولا صاحب، یک طفل به بیادرک خود شیر و بازیچه میخره، پیشتون 5 لیره است؟ خدا داد، او فروشنده کجاست؟ گفتی فروشنده؟ نمیفهمم کجاست. ما در مارکت رفتم مولا صاحب، اما پیش ما پول نبود، طفلم همه قسم منتظر مانده. بگی اگه با کدام چیز دیگه هم ضرورت داشت بگو، فردا با دکان ما بیایی. خود سعیس مولا صاحب. این بچه کجا گم شد؟ کبچه سینانه از میدان برداشت. درست قسمی که قبلا پلان کردیم. در وقتی که علی را میکشن تو پیش پدر دختر باش. اصلا کاری نکنی که سر تو شک کنن. درست است کاکا جان، تو هیچ تشویش نکن. چی شد؟ چی کردی؟ تا این وقت کجا بودی علی؟ چیز مهمی نبود، من تو را تا خانه میرسانم. فکر کنم باران میباره علی. حالا عجله کن، پیش از اینکه باران ترم کنه باید موتر بالا شویم. بریم. درست است.
بسیار زیاد میبخشی. من از صدای رد برق زیاد میترسم علی. درست است، نترس، من هستم. حالا بخیز. تو خوب هستی؟ خوب هستم علی. میبخشید تو را میقسم سر تو با دعو غرق کردم. مشکل نیست سیفدا. خودت تر شدی، اگه قسم به خانه بری حتما مریض میشی. بیا خانه ما بریم، کالایت که خوش شد باز خانهتان میرسونم. نه من سیفدا تو را این حالت هیچ جایی نمیمونم که بری. حالا بریم. درست است. حالا برو اونجا بیشی. درست است، منتظر باش. حالا گرم میشی، صبر کن، زود پس میایم. سیفدا بگی. بسیار تشکر علی. بیبی اینا خشک است، پاک و سطره هستن، کالایت تبدیل کردن میتونی. پیش من کلاه هست علی. راست میگی؟ درست است، خودت میفهمی. تو ده اینجا راحت کالایت تبدیل کن، ما ده برگشت را خانهتان میرسانم. درست است؟ تو کجا میری؟ همراه خدا داد یک کار بسیار خورد دارم، او را حل کرده پس میایم. اما هنوز خب باران میباره، بازم تر خود شدی. نه حال استاد خود شد. خب درست است. ملا صاحب خدا داد. از شفاخانه کدام خبری است؟ خوب است ملا صاحب، از نشه مواد مخدر خلاص شده. خدا را شکر. ما باید حال هر چیز زودتر و فروشنده را پیدا کنیم. او را که پیدا کنیم باز میفهمیم که در پشتی کار دسته کی است. حالا دیگه بریم همی چهار طرف یک بار ببینیم. حالا علی تو خود کدام چیزی نخور. تو هنوزم ده اینجا چی کار داری؟ تو را چی؟ علی ده خانه نیست اما تو نیست؟ هدف تو چی است؟ تو چی گفته میری ها؟ چرا در چهار طرف علی میگردی؟ من در چهار طرف علی میگردم، همو تو؟ بله تو؟ بیبی حالته در خانهش آمده دیگ پخته کردن، تو میخوای چی کنی؟ اصلا به تو چی دختر جان؟ به تو چی؟ نه که تو پرستار علی هستی، هرچی دلم بخواه میکنم. به تو چی؟ چیزی به جواب دادن نداری اما تو نیست؟ دارم یا ندارم؟ با کدام حقی از من پرسان میکنی؟ تو چی علی میشی؟ ما تو ما خو عادت علی را بسیار خوب میفهمم. گذشته ما زیاد است. بیبی این خودت میگی گذشته یعنی دیگه خلاص شده. تو استادانه راحت میکنی. اگر به تو چیز نمیگه از نزاکتش است.
یک دقیقه صبر. توی همه از کجا میکشی؟ زیاد به تشویش هستم. میفهمی ما تمام روز با هم یک جایی بودیم. استاد علی بسیار زیاد خوش معلوم میشد. ها اگه میگی من به گپت باور ندارم و میخوای بشنوی، باز منتظر باش، وقتی آمد یک جای ازش پرسان میکنیم که ناراحت میشه یا نمیشه. چی نظر داری؟ ها نیکی تو نمیخواستی مدل شوی؟ حالا ای به او چی ربط داره ها؟ زیاد ربط داره. ها؟ دنیای علی واضح است. منتظری خو نیستی که او به خاطر تو از طرز زندگی خود منصرف شود؟ خب تو چی؟ تو به خاطر استاد علی از طرز زندگیت و خیالاتت منصرف شده میتونی؟ به نظر من نمیتونی. به او خاطر در چهار طرف علی گشته فکر او رو مخشوش نکن. این کار بزرگترین بدی است که در حقش میکنی. بیبی بازم برات میگم توکچه، صبا پیش سفدا میری و برش میگه که علی سینانه تهدید کرده. خوب صحیح فهمیدی یا نه؟ فهمیدم آقای کار. شما هیچ تشویش نکنید، همه چیز طبق خواستتان میشه. خوبش. سارب خانم توکچه را تا خانش برسانین. این کار صبا خلاص میشه. سفدا مولا علی را مقصر تهدید بیادر خود فکر خواد کرد. سلام. کل چیز بسیار خوب معلوم میشه، اما خدا ناق زمان ساختی. دروازه را باز مانده بودی. تو خسته شدی یا کدام گپ دیگه شده؟ هیچ چیزی نیست. تو نان خوردن شروع کردی. در صورت ما یکان چیز به خود میگیریم. بسیار مزه‌دار است. قربان دستایت. دو چی است؟ این دیگه از کجا شد؟ او دختر دوا فروش آورد. ماشاءالله بسیار خوب متوجهت است. همیشه همین قسم برات نان میاره؟ همیشه ای کارا نمیکنه. یگان وقت میاره. بسیار خوب است. همه دیگه میرم. مادرشان به تشویش خواد شدن. من میرسانمت. هیچ لازم نیست. ناوقت شده. من میرسانمت بریم. سیس. به نظرت من چی قسم اگه انسان هستم؟ نفهمیدم. یعنی از نظر تو من چی قسم انسان هستم؟ نمیفهمم. در این بارهش فکر نکردیم. هیچ وقت. یعنی تو یک دختر خوب هستی. قلب پاکم داری. همه قدر؟ البته کم قدر نیست، اما خب
دیگه؟ در وجود تو یک چیز متفاوت است. چه قسم یک چیز؟ چیزی که در دیگران نیست. خوب است یا بد است؟ البته که خوب است سفدا. یک چیز دیگران پرسان کردم میتونم؟ بفرما. ای دوی گودم مقابل تو کمی بیشتر حساس است. در بینتون کدام چیزی هست؟ میشه برام جواب بدی علی؟ به نظر تو هست؟ سوال با سوال جواب نتی. حالا مجبورم نکو گپ بزنم. عادت است که قدر سوال کنی؟ یعنی زیاد گپ میزنم؟ یعنی همونطور است. تو باز خواهد دیدی. سفدا، راستش بله زیاد گپ میزنی، اما به نظر من هیچ مشکلی نیست. یعنی من میشنوم. بیبی هنوزم. یعنی که من زیاد گپ میزنم نه؟ سفدا بله زیاد گپ میزنی، اما وقتی که انسان میشنوه باز آرامش پیدا میکنه. میخواه که هیچ وقت خلاص نشه. پس خوب است دیگه. سبا باز خواد دیدیم. شب بخیر. شب تو هم بخیر. سفدا؟ کجا بودی دخترم؟ ها؟ اینه خو آمدم دیگه پدر. گفتم کجا بودی؟ امروز توکچه در رستوران بودم. سفدا تو از سینان خبر داری جان مادر؟ نه که تو هنوز نامده. نه موبایلش هم خاموش است. بسیار تشکر. پیلوت از سینان هنوزم خبری نیست. آخرین بار در منطقه استادمانی کار شده بود. او هم به کدام جای فرار کرده. به خانم نرفته. او استاد همراهش کدام کار نکرده باشه. آدمی را که ما مقرر کردیم اگه غرضش گرفته باشه ای بار نمیبخشمش. او را در سر سرک دفن کرده تمام موترهای استانبول از سرش تیر میکنم. ودت استاد علی کجاست؟ فعلا خدا اینجا نیست. بچه مرا خو میبینم.
کجا است؟ بیادر به شما وعده داده بود که ملا صاحب اینجا می باشه. اگه داده باشه خو حتما در وقتش میآید. شما حتما وقت آمدین نه؟ بدت پیلوده چی گفته میره؟ مغزی کار نمیکنه پیلوت. بدون شنیدن از دل خود گپ میزنه. روز پیش به خاطری که گپ بزنه ما هر چیزی که از دست ما آمد انجام دادیم، اما یک کلمه هم نگفت. ببین مرد بزرگ، به استادت بگو که او را میپالیدیم. دیروز در منطقه سر فروشنده ما حمله کرده. اگه امرای او بچه کدام کار کرده باشه بره خودش به خود یک قبر بکنه، مرا مجبور به این کار نکنه. فهمیدی که چی میگم یا نه فهمیدی؟ ببین این آدرس جای ماست. به استادت بگو آمده ما را پیدا کنه. اینجا چه قسم یک جای است؟ وقتی آمدن باز میبینین. اونجا آمدن آسان از خارج شدن نه. حالا نمفته سفدا تو کجا میری؟ میرم مادر همراه علی گپ میزنم. جان مادر پدرت خو میشناسی؟ سینان تا هنوز به خانه نامده. مادر علی شاید بتونه پیداش کنه. سفدا لطفاً. مادر قربانت شم، خودت اداره کن. به پدرم یگان چیز بگو دیگه لطفاً. نکو علی تا هنوز نمرده رئیس. مرده فکرش کن. سفدا میشه با هم گپ بزنیم؟ تو با کدام روی پیشوری من میایی بدونی که بشرمی؟ بیبی به خاطر کارایی که شده بسیار ناراحت هستم. خواهش میکنم یک دقیقه گپ ما بشنو. تو یک کلمه تو رو نمیخوایم بشنوم. من از تو نفرت دارم. سفدا درست است. سعیس گوش کن. میفهمم کارای وحشتناکی کردیم، اما هر کاری که کرده باشم به خاطر محبتی است که نسبت به تو دارم. سفدا لطفاً خواهش میکنم مرا درک کن. بیبی دی دنیا با من از عشق تو کده هیچ چیزی برای مهم نیست. تو یگانه حقیقت زندگی هستی. دیگه در قضیه هیچ چیزی هم نیستم. سفدا خدا جزای تو و عشق تبت اویگاد. او علی که سری زیاد اعتماد داری و قسمی نیست که تو فکر میکنی. آقا ویگار میبخشین براتون خوش آمدی گفتن نمیتونم. شما دخترم گریختاندین. دخترم گریختانده بودین. گپای مفتوان کوکسال. گریختاندن چی؟ اگه با یک تاری موی سفدام ضرر برسه ما دنیا را در میتم. گریختاندنی چی احمق؟ دیگه ای که پیش از همه کارا ما برید نگفته بودم؟ مگم شما در خانه من نمیشینین چطور؟ شما از ما بسیار زیاد قرضدار هستین. با وجود همه کوشش میکنم که تمام نیازمندی های شما را رفع کنم. کدام چیزی هم گفتیم؟ نگفتیم. چرا؟ به خاطر که من زیاد سفدا را دوست دارم. به خاطر خوشی و خانوادش هرچی که از دستم بیایه انجام میدم. اما شما کسی را که سالا میشناسین، به او اعتماد دارین، کسی که به شما آغوش خود آواز کرده و به جایی که به ما باور کنین میرین سری و علی که درست نمیشه آمده باور میکنین. این کارتان چی مانا میته؟ اما ما پیش از این برات گفته بودم او علی که چه قسم یک انسان است بسیار زود خود فهمیدین. کدام چیز دربارش میفهمی؟ از منطقه علی آمدیم. رفته بودم که برش بگویم پشت سفدار علاقه. شنیدم که سینانه تهدید میکرد. چی؟ آی خدایا حال بچیم کجاست ها؟ هنوز پیداش نکردیم. میپالیم. با پلیس هم خبر دادیم. انشالله که زود پیداش میکنیم. میکشیش. حتما میکشیش. کوکسال یک کار کو. خواهش میکنم یک کار کو. سفدا
توکچه دختر هر دقیقه در پشت دروازه آدم هستی. تو چی میکنی؟ های او قسم یک چیز نیست. سینان دیشب خانه نامد. گفتم شاید علی بتونه پیداش کنه، اما در خانه نیست. دکانشم دیدم نبود. مچم که او کجا رفته؟ تو نمیفهمی؟ چی ده؟ علی دیروز سینان تهدید کرده بود. چی؟ به خاطر چی؟ سینان در سرک بالا مواد مخدر مفروخته. علی آن وقت او را دید از پشتش رفت، گیرش کرد، اما سینان فرار کرد. حال علی در هر جای سینان میپاله. ما هم نو خبر شدم جانم، برات زنگ زدم اما جواب ندادی. هیچ معلوم است که چی گفتم میری توکچه ها؟ جانم ببین در فکرت چیز بد نیار. سینان از یک جای پیدا میشه، فهمیدی جانم؟ حالا بیا خانه بریم، حالا در خانه گپ میزنیم. امرای وادم دیگه نمیبینی دخترم. نفهمیدم. سیفدا تو با زبان خود گفتی نه که بچه شب به قتل رساندن. واضح است که این آدم دشمندار است. سیفدا حالا به خانه بریم. استاد آمد. دادان دروازه است. خوب است. بان که داخل بیا. اگه اجلش رسیده باشه باز میبینیم. منتظر تو است. اصلا کوشش نکنی که کدام کار غلط کنی. پیامی را که برات مانده بودم گرفتی؟ با تو من نگفته بودم که در منطقه ما ای کارایت نکنی. تو به خود یک منطقه جور کردی؟ حالا میخوای مرزشم تعیین کنی؟ تو دیگه کی هستی بچه؟ راست بگو، سینان تو کشتی یا نکشتی؟ تو چی بد میکنی؟ زود شو بگو ما کی را کشتیم؟ فروشنده را که قرض گرفته بودی حال او آدم گم است. او را کشتی و حال هم آمدی انکار میکنی. تو همراه من میخوایی که بازی کنی؟ هنوزم به خاطر زنده بودن یک چانس داری استاد، اما ثانیه هایت بسیار زود میگذره. حال تو به خاطر که فروشندایت مواد ارزان بفروشن، تو به خاطر کشتن اونا آستینایت برزدی ها؟ بیبی استاد، به خاطر که او فروشنده را از بین بردی و حال میخوای حسابی کار ازت پرسان نکنم، این تمثیل پیش من نکو. من فریب نمیخورم. همراه او فروشنده هر کاری که کده باشی عین کار همراه تو میکنم. بیبی تو را هنوز نشناختیم، اما تشویش نکن، بسیار زود میشناسمت.
بیادرتان براتان مسیج روان کرده. ببینین بخونین ببینین بیادرتان مسیج روان کرده. بیادر به خاطر که تو موبایل نداری در موبایل دوستت روان کردم. من سلیمان هستم. توپ برفی را فراموش نکردیم هنوزم پیشم است. بیادر پشت تو زیاد دق شدیم. با آدرس که روان کردیم زود بیا. ای بیادرم داشته و بچه با ایمان است که داشته پیلوت. بیادر؟ وقتی که بیادر گفت بازی آدم یک قسم عجیب شد. بیادرش چی شده باشه؟ هر چیزی که شده باشه. با ما چی؟ بیادر گفته بودین اینجا داخل شدن اصلا ما خارج شدن نه. مولا علی دست خدا تکان داد و رفت. پیلوت ما ایر از بین میبرم. بچه چتیات نگو دیگه. تو از دیوانه چی میخوایی؟ بانش که بره. بیادرم ما زیاد بد است. اول دعوت میکنین میمان میکنین بعد از او هم میکشین. ودت بیادر اینجا کارگاهی چی است؟ اینجا تیاره جور میکنین؟ در داخل خو مرا چکر بده نه؟ ایر از اینجا ببرین، از اینجا گمش کنین. حالا اکرم ایرا ببر. ایرا ببره. اکرم بیادر مرا چکر میته؟ ادامه بده بچه. تیشو بریم بیادر مرا چکر بده. گیم هم است؟ سعیزه تیاره من میشینم خودم هوا میبرم. بعد از ایش مربوط تو میشه کپچه قسمی که گپ زده بودیم. نفهمیدی که چی گفتم؟ آمد. علی تاکسی تاکسی. اما موتر پیشوری تعقیب کن. کمی تیستر رفتم میتونی لطفا؟ آخر اینو میریم دیگه. لا 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 تو کجا میری علی؟ کجا میری؟ بیادرم سلیمان بیادرم
علی اخوار در اونجا صدای فایر آمد. مرا در کجا آوردیم و پس دور میخورم. صبر مرا پایین کو. گفتم پایینم کو. استاد شو. بفرما اگه پایین میشین پایین شوین. چرا ناوقت آمدی؟ کار خلاص است. علی دیگه مرد. گفتی مرد؟ بله مرد. مطمئن هستی؟ بله. کدام مشکل خو پیش نامد نه؟ نامد آقا. در این دنیا یک همی آدم کم بود که هیچ نمی مرد. او را مکشتم. حال برو خدا گم کو تا وقتی که ما زن نزدیم در این طرف ها نبینمد. تو همینجا بود علی. یک دفعه چوب شدی. نه که در بینشان عکس سلیمان بود. چطور؟ بله تغرل پدر.
پیش از یکی از او یتیم خانه فرار کنه یک هفته پیشش یک سگ گرفته بود. علی، تنها نقطه ضعف تو بیادر گم شدید است. دشمنایت از این نقطه ضعف تو استفاده میکنن، متوجه باش. اینا هیچ وقت فراموش نکنی. یک روز اگر از بیادرت خبر به دست آوردی تا تدبیر نگرفتی هوش کنی جای نری بچه. هوش کنی. ما به خاطر که یک بار دیگه بیادرم ببینم مرگ خدا قبول دارم پدر. گوش کن که چی میگم. علی، برام وعده بده تا تدبیر نگرفتی هیچ جای نمیری. اگه نباز حق ما برات حلال نمیکنم. سعی استقبال پدر، وعده میکنم. سلایتا بنداز، شور نخوری. بنداز علی شور نخوری، سلایتا بنداز. سینان چشمایت باز کن بیادر جان. سینان چشمایت باز کن جان خواهر، لطفا یک چیز بگو جان خواهر. مرا ایلا نکن، مرا تنها نمان. چی میشه سینان؟ لطفا سینان.